آرش اما همچنان خاموش، آرش اما همچنان خاموش از شکاف دامن البرز بالا رفت و از پی او پرده های اشک پی در پی فرود آمد. شامگاهان راه جویانی که می جستند آرش را به روی قله ها پیگیر بازگردیدند، بی نشان از پیکر آرش با کمان و ترکشی بی تیر. آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. کودکان دیریست در خوابند، در خواب است اما نوروز. میگذارم کنده هیزم در آتشتان، شعله بالا میرود پرسوز. ما اینک چه میتوانیم که کمانهامان شکسته، تیرهامان بیرشان خورده و بازوهایمان سسته. ایشان مردان ایران با دل خود با دل اندوه بار خود میگویند ما اینک چه میتوانیم که کمانهامان شکسته، تیرهامان بینشان خورده و بازوهایمان سست است. و راست و چنین بود، زیرا کیشان از جنگ دراز آمده بودند که جنگ درازشان سخت بود، که تیرانداز از تیر و کماندار از کمان پیدا نبود و بینشان مردها هزار از سرزمین های دور دور آمده بودند، از سرزمینی که کمان خوب دارد یا آنکه کمندهاش سخت تابیده، از آنجا که برش 4 گونه باد میوزد یا دشتی که درش پر آب ترین رود میرود. و چنین هر کس از هر جا آمده بودند و هر کس ایشان از مردان هیچ یک به سرزمین خود باز نگشتند، هیچ. و دلها پراندوه که آسمان تاریک، که آسمان خود پیدا نبود، که ابر میبارید و جز آذرخشی چند هیچ روشنی بر جنگ و مرد جنگ نبود. بچه پاشید، خسته نباشید. اومدم. بریم برای صحنه بعد. با همکاری هنرمندان گلپایگانی، فرهنگ شریف، اسدالله ملک و جهانگیر ملک. عزیز دل تو را با خویشتن یک دل نمی بینم، به جز خون دل از این عشق بی حاصل نمی بینم. هزاران جهد کردم تا به راحت آورم، لیکن چه حاصل چون تو را در همراهی مایل نمی بینم.
آرش کی بود دم در؟ آرش کیه دم در؟ پرسیدم کیه دم در بچه؟ بابا یه آقای شخمی. شخکار چی میخواست؟ گم تو سیگار از جیبم بردی؟ شخکار بچه شخکار. سیگار نداشتم بردم، هر وقتم خریدم پست میدم. خسیس باز اول بگو. فقط مراقب باش کرونا نگیری. سیگاریا خو کرونا نمیگیرن بچه، نترس. نگفتی چی میخواست؟ تو گفتی منم باور کردم. یا تو سری بهش گفتم آقای شخمی چی گفت؟ شخکار. گفت شخکار زاده. میگم بابا این واقعا زنش سرطان گرفته؟ بابا CLL داشته، میگه واکسن زده مرضش بیدار شده. بابا این مرضش بیدار بود. خوبه کرونا پیدا شدی سرطانه بندازه گردنش. بالا دیگه. بالا اومده میگه سلام آقای تورانی، بهش میگم نورانی، دوباره میگه آقای تورانی کرایه سما ندادتون یادتون؟ میگم تو کرایه اوما ندادی نه؟ یه باش بچه آبرو میبردی پچته؟ یادت رفت ماه قبلی خب کتابانو فروختم پولش دادم. مگه اینکه این ماتونو بفروشم؟ والا ازت بعید نی. خب کی میبرد با این قیافه؟ برو به کارت برس. زهر مار. هیچ منم بهش گفتم چشم آقای شخمی. شخکار زاده. شخمی بسته بابا شخمی دست به یخه. آرش خدایش خیلی سر به سرش میذاری ولش کن. یا تو سری اومد گفت 2 تا نون بده گفتم نداری؟ چی گفت؟ خوبه تو شهر زندگی میکنی. در شهر به ما پیشنهاداتی شده. دیگه بابا هنری. خیلی خوب این بچه تو یه جا ببند. کار بکنیم. یلا جمع کنید یلا. امروز میریم فردا میریم. یلا. رودی مادرت کجان؟ بلا نسبت داره گهشوری میکنه، توالت تمیز تحویلشون بده. هرچی میگم ماما حالا هومن از باشگاه میاد زشته ببینه داری سیخ میکنی تو مسترا. میگی خب بیاد پس سیخ بکنم کجا؟ خب الان وقت توالت شوریه؟ بابا ما دیگه فرصتی ندارم، چند روز دیگه اجران ها. مهربانو بفرما. اصلا به فکر تمرین نیست. خب نمیدونم نشسته با کی داره لاو میتره کنه. چه قربونتی راه انداخته. بابا دامادشه. حتما هومن اومده. تحفه اومده. می خودت نگفتی تمرینای آخرین جا؟ خب تو نگران مهری نباش، او اما خیلی جلوتره. بیزایی بود نمرش 20 میداد. بیزایی چیه دختر؟ استاد بیزایی. در ضمن مهری نه مهربانو. اینا تقصیر تو ها بچه. همش تقصیر توه. هنوی قالین جمع نکردی؟ بفرمایید. اسفندیار می نگفتی لباس بپوشید تمرینه؟ جوابشو بده. چگونه از زمین سرخ گیاه سبز بروید؟ پس هیچ گیاه سبز از زمین سرخ نرست و درخت سبز زد و گل سرخ سیاه شد و هر مرد گیاهی طوفان زده بود، کش پاک، ریش خشکیده. و او آرش ستوربان در اندیشه‌ای دراز بود، با پیشانی پرچین به سراپرده دور که به لبخند مرد پست میوانست چشم دوخته. او دمی پیش کالبد اسبی خونین را در خاک کرده است و اینک غبار سرخ را مینگرد از زمین جنگ برخاسته. کش باد میبرد. او به دشت مینگرد اندوهناک و هیاهویی میشنود که آشنا. او از پدرش میداند که شکست همیشه بر یک گونه است و در این غبار سپید دمان مینگرد باد را، مردان را، مردانی که هزار از سرزمین‌های پرکوه و دشت آمده بودند. پس شیخی بلند میشنود و اسبی سم به زمین و زمین پر از پارهای تن و زمین پر از زخم‌های نو. و او چشم میبندد و او میبیند که خورشید گریخت، که ماه پنهان شد، که کوها مرتفع، که کوها مرتعش، که دشت‌ها تنگ، که آسمان پایین شد و زمین راست بالا رفت. ز بس که بارش ابر، ز بس که غرش باد، ز بس که تابش تندر. و البرز آنکه به بلندی بلندترین است سر از خواب برداشت و جنگ را دید و مردان را که پا بر زمین به خشم شمشیر میزنند و شمشیر میزنند و شمشیر. اینک
از دل خاک آوازی پیش می آید نزدیک. سردار بر یک پای خود ایستاده و پای دیگرش چوبین می گوید هان تو تیر انداختن خوب میدانی و کمانت از پشت آسمان خمیده تر. ای کشواد، یک تیر تو اگر بیاندازی تا کجا می رود؟ تا کجا می رود؟ و او آرش است. آرش می نگرد که کشواد برخاست و می نگرد که مرد کماندار چون کوه از زمین برخاست، با جامه چرمینش دریده، زخم نبرد زیر گیسویش نشسته و ریش ژولیده‌اش سخت آشفته، بازویش به 3 تبری 10 بازو، پنجه‌اش بر کمان پولادش و می شنود که سردار می گوید هان تو کمان کشیدن نیک میدانی و تیرت بال سیمرغ دارد. ای کشواد یک تیر تو اگر با همه نیرو بیاندازی تا کجا می رود؟ 1 فرسنگ. ای کشواد پیش برو به سوی تورانیان که گروهشان به گروه دیوان میماند و به ایشان بگو که تو تیر خواهی انداخت تا هر کجا تیر تو برود تا همانجا از آن ایران است. تا هر کجا تیر تو برود ای کشواد. اینت فرمان. نمیبرم. ای کشواد، باد میوزد و من پاسخ تو نشنیدم. شکست را یک تن نخورده است، ما همه باخته ایم. اما اگر من تیر بیاندازم نفرین آن مراست. فردا آنها که در گروند انبوه مینالند که تیر کشواد آنها را به دشمن واگذاشت. حالا وقتشه؟ ببخشید. الو، سلام، خوبی؟ نه سر تمرینم. نه بابا تیراندازی نه تئاتر. آره من رفتم میبرمت. ببین الان نمیتونم حرف بزنم، خب بعد به زنگ میزنم. ها باشه، کار نداری؟ خداحافظ. ببخشید آجیم بود که من بازیش گرفته. میگم ایمان راجع به آجی ها چی میگه؟ هیچی بابا، میگفت همه چی با آجی شروع میشه بعدش هم لابد. و خدا آجی تأمین بود. رودی باور نمیکنی خودت بیا ببین. میگم جنس این کمونه چیه قد نرمه؟ کو ما ببینم؟ گفتم رودی. تو رودابه ای؟ نه ما کوکاشم. جنسشم بامبوی صیقلیه. راحت شدی؟ نه ناراحت شدم. راحتت میکنم. اگه تونستی راحتم باشه. خلاص؟ خب نمیذاره خب. بابا این تمرین ادامه بدیم؟ ها ادامه میدیم. آنک سردار بر یک پای خود ایستاده غریو میکشد. ما برای هر پهنا 100 مرد داده ایم. وینک تیر تو 1 فرسنگ بیش میرود. 1 فرسنگ چیز ناچیزی است. اینک کشوری از دست رفته است. هنگام که چاره نیست این خود امید استمان کشواد. امید که لختی بیشتر آزاد کنیم. آزاد؟ از بندگی. پیش از این دشمنا یا بندگی نبود؟ ما را شکست ندادند. از این پیش ما خود شکست خورده بودیم. از مرداب پرنده‌ای آواز میخواند شوم و اینک سردار چون سایه‌ای به سخن آغاز میکند. تو از که سخن میگویی؟ مردمی که از آنانی از تو نیستند. چه کسی گفت کسانی که دوست می‌داری دوستدار تو اند؟ تو همان چرخ عرابه‌ای که در چاله فرو ماند. بنگر ای پهلوان که چگونه اش به آتش می‌کشند. اگرچه زیر بار آنان شکست. نه، این جنگ را من نخواستم. من خود بازیچه این پیکارم. آنگاه که باید یاری می‌کردند بیگانگی کردند. هر کس خود را اندیشید، هر یک به راه خود رفت. دلاوران کجایند و گردآوران و گردنآوران؟ این بیداد از ماست کشواد و بیدادگران ماییم. اینک سنگ بر سنگ مویه می کند که ما را از بند ایشان رها سازید. چه جای درنگ؟ گوش من بر بهانه ها بسته است ای کشواد و من با تو میفرمایم که خردمندی. هرچه دلاوری است گردآور. این تو
این پیمان. این تیر هیچ دگرگون نمی کند. آیا تو دشمنان را نمی بینی که از نیزه هاشان جنگلی ساختند و بیتابتر از خیزابه های دریای دلاشوب هر دم آرایشی سهماگین تر می آورند؟ دشمن می تواند نابودمان کند. او من با ریشخندی نابود کرده است. یک تیر چه می تواند بکند؟ پیمان برای چیست؟ آنچه جامگان می دانند که تیر ما از آنچه ما را هست دورتر نخواهد رفت. دشمن خیره است ای کشواد و ما چیره نیستیم. تا مرزی که بود کرور کرور در گرو، سردار چهره در هم می کشد دژم که رهانیدن ایشان از ما ساخته نیست. آنک خروشی می آید ولی کدام کس آنها را به اسیری داد؟ آنک نیزه های هر در 1000 جا به زمین می کوبند، پرنده ای افغان بر می آورند. اینجا و آنجا چندین تن به خاک می افتند. برای ما مردانش مردی چه مانده؟ برای ما چه وقت کوتاهی با ماست تا فرو رفتنی کوتاهی با ماست تا فرو رفتن این آفتاب. هان ای مرد، ای پهلوان بیماور برخیز، این پیمانی است گذاشته. من با کسی پیمان نکردم. من با کسی پیمان نکردم. در شکست هیچ کس بر دیگری سربر نیست. ای کشواد، به دیگران بیندیش. چه کسی گفت من به دیگران نمی اندیشم؟ من خویش را هیچ از ایشان جدا نمی دانم. اگر آزاد کردنشان نتوانم پس با ایشان می مانم. چون این گفت و این خواب شکوه، پس سردار می ماند و با همه اندوه خود با باد می گوید فرداست که لگت کوب من فرداست که لگت کوب ما کنند. فرداست که لگت کوب ما کنند. فرداست آتش! وای! گاز خاموش کن! ای بابا حواستون کجاست؟ 100 بار گفتم موقع تمرین شعله که بکش پایین. خب یادم رفت خاموشش کنم. دستشه ببین بچه، دستشه ببین. مری خوبی؟ خوبم، شما ادامه بدید. من به سم اسبان تن می دهم و به این پستی نه. آرش کشواد را می جوید از دنبال و در پی او می دود تا راه را بر او ببندد. ای پهلوان! ای پهلوان! نام من کشواد است. نامت بلند باد، من در کنار تو بودم. من هرگز تو را ندیدم. من از شبانان این بو بودم و اینک ستوربان سپاهم. ای ستوربان، در راه من چه می کنی؟ من تو را می ستایم ای کشواد. ناگاه همه اندام مرد می لرزد، در وی سخت می نگرد، گرهی سخت در گلویش راه سخن می بندد. او سخت می گوید کنار آرش با شرم سر می افکند و از مرد دور می شود.
و مرد دور می شود و از دل خاک آرش می شنود که او را به نام می خوانند و گوش تیز می کند و پیش می رود. آرش! آرش؟ آرش! چشه بابا؟ آرش ها؟ سمکش افتاده. ای بابا خود سمکشه بذار در گوشش بس صداش کن. ها اسفت سمکش افتاده. مطمئنی؟ آرش آرش ماما خوبه قربونت برم؟ حالت خوبه؟ ادامه بده مهربان ادامه بده. ای آرش ایشان به جای پیک مردی می جویند. همه گفتند تو زبان دشمن نیک میدانی و پیغام بی کم و کاست میبری. اینک بازگرد و در آن تیره گرد بنگر. این بار سردار است که از دل غبار او را میخواند با نشانه انگشت و او پیش میرود. ای آرش تو سپاهی نیکونه ای بل ستوربانی نیک بوده ای. اینک که ستوری نمانده است بیا و پیک ما باش با دشمن. هان پیش برو و به ایشان بگوی که یک روز بسیار اندک است و زنهارشان تا خفتن این خورشید ما را بس نیست. برو. آرش میدمد در گاودم، شاه توران چشم از آفتاب میگیرد، بر وی مینگرد سوزنده و چشمانش سرخ چون آفتاب. پس میخندد و با نگاهش پیش میآید. در همه سپاه شما یک اسب زنده نبود؟ اسب من به چراست. در کدام چراگاه نسوخته؟ آن تیرانداز تویی؟ من مردکی ستوربانم که اینک پیامی از دوست آوردم با نشان این نگین سرخ. پیک پیشین چه شد؟ او زخمی بود. او جان به در نبرد. هیچ کس جان به در نخواهد برد مگر که گردن نهد. اینک پیغام بگذار، من سراپا گوش. زنهار یک روز ما را بس نیست. بس نیست؟ تیرانداز ما خسته است. تیرانداز؟ مگر تو نیستی؟ من مردکی ستوربانم. اما شنیدم که گفتی تویی. من نگفتم. این کیست که مرا دروغ زن میخواند؟ نامت چه بود؟ آرش. و آن تیرانداز تویی؟ من هرگز تیراندازی نیکو نبودم. اینت نیکوتر، پس تو تیر بینداز. آن باد میوزد و من سخنان شما نشنیدم. شنیدی آرش و پیمان را تو به جا می آوری. آرش آنچه را شنیده باور نمی کند. گامی پس می رود. پس با درنگ در زرخند شاه توران می نگرد تلخ و به دشوار می گوید من مردی ناچیزم و ریشخند مردی ناچیز به شاهان برازنده نیست. به من پند می دهی؟ این ریشخند را سروران تو پذیرفتند. من تنگنایی گستردم تنگ چنان که به زنهار من آمدند و منشان بخشیدم. آشتی خواستند و من پسندیدم. به هنگام پیمان مرز را در گروه تیری خواندم و ایشان از ترس خشم سختم پذیرفتند و اینها همه با سوگندان سخت. ما خرد شده ایم. خردتر آنکه تو تیر بیاندازی. آن کس که من فرمان میدم. من نه. چرا آرش؟ ما پیمان کرده ایم اما نگفته ایم تیرانداز را چه کسی برگزیند. کوشش بیهوده میکنی ای شاه. نه من تیر افکنم و نه ایشان میپذیرند. پادشاه خشم آور توران در چشم سپاه خیش می نگرد که زره در زره و در افشاب نوسشان در باد می خندند. پستیست. آری پستیست.
آنان روزگاری ما را پست خواندند، بگذار اینک روزگار ما باشد. هان که تو آخرین تیر ترکش منی، بدان که می توانستم انبوه شما را از دم تیغ بگذرانم. چرا چنین نکردی؟ نه آرش، نه. آنان باید بمانند و فرزندان را بگویند که از ما چه دیدند. باده ای باید. تشنه نیستم. دلم بر تو به مهر آمده بود. تشنه نیستم. ای آرش، نگفتی پیک پیشین چه شد؟ پیک پیشین چه شد؟ پیک پیشین چه شد؟ پیک پیشین چه شد؟ چه شد؟ به راستی که او از تو نیکبختر بود. من تو را 100 بار نابود می کنم. هومان! هومان! آرش. ای بابا. آرش. بلند شو دیگه، خودتو لوس نکن. بشه. آرش. بلند شو. چشه؟ آرش. 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 شروع کردی. آرش. آرش. توف به روت بیاد بچه. نه ترس اسفند، حالا خوبه. اسفند عمت 100 بار گفتم این موقع تمرین شوخی نکن. چشم. بلند شو. برید سر جاتون. که نام است؟ هاتی که نام است. ای هومان، تو از آرش چه میدانی؟ این نام را نشنیدم. خداوند نام اینک اینجاست. تیز بنگر و بنگر که چگونه تیراندازی است. من این مرد را هرگز در جنگیان ندیدم. راست؟ و با سوگند. باید پیامی بنویسیم ای هومان. پیامی به پارسی. ای آرش، هومان با شما بود و اینک با ماست. خدای باد و ایزد و آتش گواه باد. گواه باد که بر شما به مهر آمدیم. به مهر آمدیم. و زنهارتان میپذیریم. میپذیریم. شرط کرده به آنکه پیک ستوربان بیفکند. ورنه هیچ. فکر یک سقفم، یک سقف بیروزن، یک سقف پا بر جا، محکم تر از آهن، سقفی که تن پوشه حراس ما باشه، تو سردی شبها حالا لباس ما باشه. سقفی اندازه قلب من و تو، واسه لمس تپش دل راحتی، برای شرم لطیف آینه ها، واسه پیچیدن بوی اطلسی، زیر این سقف با تو از گل، از شب و ستاره میگم. ای پهلوان دیوشکن، ما تو را مرده پنداشتیم، چرا به ما پشت کردی؟ من آنجا بارکش قبیله خود بودم. اینجا نیستی؟ اینجا؟ من از ستم به ستم گریختم. به تو چه؟ ها؟ به تو چه ربطی داره؟ دیالوگشه. با تو چه کاری که؟ یادش برو آقا، برو بذار کارمونو بکنیم. آقا کودن دیالوگ یادش. برو آقا. بابا من همه نمایش حفظم. برو بدین آقا. ای بابا من
مسخره ها. ادامه بده. من از به ستان گریختم. من از بدبختی به عذاب پیوستم. شب کنید. ادامه بده. من از ستم به ستم گریختم، از دشخوی به دشمن. اما تو از پهلوانی چه میدانی؟ هنگام که باید گردن نهم، نزد آن کس می نهم که بیشتر فربهم کند. ولی پهلوان تو با دشمن جنگیدی. خواستم بدانم مهر به خاک هنوز در من هست و نبود. اینت دهشتناک، اینت دهشتناک، اینت دهشتناک. من باز میگردم. برو آرش، زودتر باش، چون بازگردی مینگری که دوستانت با تو بیگانه گشتند. اینک آرش دور رفته است. او به این سخنان میاندیشد و از آنها چیزی نمیداند. آفتاب بالاست، او به بالا مینگرد و کبوتری سپید پر چون باد میرود. اینک آرش در نیستان سوخته میآید و با دل خویش میگوید من مردی یله بودم در پی رمه. آنگاه که دل میخواست گوسپندان را سرودی میخواندم، وانگاه که نه با خفتن رمه میخسبیدم. من به اینجا چرا آمدم؟ خواب مرا این هیاهو چرا شکست؟ و رمه مرا این تند باد چرا پراکند؟ او میرود و از سالاب سرخ آبی نمیخورد. خاک ریز بلندی لخت او را به ماندن میخواند و او نمیماند. او در راه مینگرد و در این دم تفریده که سایه زده بر زمین سرخ با روی چوبین را مینگرد بر پای خود ایستاده. ناگهان قرشی از جاکن بانگی تندرسان آن مهوار میدرد. این راست است، راست با من باش. تو از ایشانی، این کبوتر پیک ایشان است بر باروی ما نشسته و این پیامی است با نشان آن خونندیش. وارش هنوز گنگ مانده از هر پاسخی. آنک شمشیر خود را به زمین میکوبد، دیوانه بر گرد خویش میگردد با قرشهاش راست شناوار. آن نادانی بزرگ را من کردم. دیدم که تو پیش از ما در این بوم بوده ای و بویی نبردم. شنیدم که زبان ایشان نیک میدانی و گمانی نکردم. من نگین خود را به تو بخشیدم آرش. من تو را دوست داشتم. چرا فریب من دادی؟ من فریب ندادم. جای دروغ نیست آرش. این پیام دشمن است و با سوگندان سخت به خدایان ریگزار. ایشان تنها به آن تیر گردن می نهند که تو بیندازی. تنها تو که از تیر افکنان کمترینی و تیرت هرگز از تو دورتر نخواهد رفت. تو سر سپرده به ایشانی و با ایشان سوگند خورده و این پیامی است به پارسی، باشد که آن را تو نوشته باشی. من نوشتن نمیدانم. دیگر یک سخنت باورم نیست آرش. این نوشته با دستان توست و تو آن را سراسر نیک میدانی. من نمیدانم. من هیچ نمیدانم. من شنیدم که تو کشواد را ستودی که تیر نینداخت. چرا آرش؟ گمان میکنی فریب کارم؟ بی گمان. پس مرا بکش. همین خواهم کرد. جنگ کن سردار. اگر از این سگ موی کم شود، آن دیوانه سیل خون روان خواهد کرد. تو این را هم میدانستی آرش. این پیشکشی را شاه توران به آرش فرستاد. آیا باز هم چیزی نمیدانی؟ این کمان از هومان بود. هومان! هومان! به یاد آوریم که هومان هرگز با دشمنان سوگند نخورد. مرگ را او کرد که هیچ نشان از خود بنگذاشت. هنگام که با یک سپاه تنها ماند نهراسید و برگ ریزان کرد و ایشان چندان بر او ستوراندند
که کوه اندامش با خاک پست شد. هرچ نشان از او به دست دشمن رفت که بسیار جستیم و نیافتیم. ای مرد، ای ستوربان، اگر بتوانی اندکی چون هومان باد. ای خدا ای خدا از توی آسمونا گوش بده به درد من که میخوام حرف بزنم. واسه یک روزم شده سکوتم رو بشکنم. ای خدا خودت بگو واسه چی ساختی منو توی این زندون غم؟ چرا انداختی منو؟ یا الله بس یا الله. جمع کنید. ژنرال تئاتر با اعمال شاخته خسته شدیم دیگه. باشه ببین چه مرگشه. خیلی عذر میخوام. کسی مرده؟ کسی جان به جان آفرین تسلیم کرده؟ آیا کسی به رحمت ایزدی پیوسته؟ بنال بابا چه مرگتونه آخه؟ گفتم بنال. آخه بی‌انصاف، من مریض تو خونه دارم. زن من بیماری الکلاسیکو داره. الکسیل مگه دکتری مخففشه؟ برو بابا. ال کلاسیکو. هیئت داوران نخستین جشنواره تئاتر دیپلم افتخار و تندیس خود را به بهترین مستاجر مزاحم دنیا یا جناب آقای طولانی تشویق بفرمایید. گفتم بنال. این درسته؟ چی درسته؟ این رقص خانواده. اینجا آقای شخمی. شخار داده. آقای شخمی تو چرا حالیت نی؟ رقص هنره که هر کسی نداره. هنره؟ بله. منظورم همین عیش و عشرت. اشرت خب مامان طبقه بالایی هست. ولش کن بچه ولش کن. هومن بسه. طبقه بالا. بله. طبقه بالا که ما هر ریشخند طولانی ها شده ای. زن من اشرته. نمیدونم خودت بگو. من شوهر اشرتم. نیستی؟ نکنه با خودم اشرتم. کوتاه بیا. به فکر یک ساعت باش. هستیم برو بیرون. به فکر یک ساعت برو بیرون بابا برو بیرون. فردا که لگت کوبتان کنم. برو بیرون گفتم. دارم میرم. خوش اومدی. بفرما. کجا؟ میگن اجا خونمه. خیلی خوب. دوست دارم توش بچرخم. بچرخ. به تو چه ها؟ چه وقت کوتاهی با توست تا فرو خفتن دیالوگ این حفظ کرده. آفتاب. بیا برو بیرون گفتم. دارم میرم. ریدی تو حسمون. بفرما. نکبت. هومن برو بیرون از گفتم. شما مردان زمردی چه مانده؟ برو بیرون. باشه آخرت باشه. بفرما خوش اومدی. جمع کنی. هرچی کشیده بودیم پری. بابا ولش کن این حالش خوب نیاد. تو هم وایسا تو نگاه چیکارش کن. بکنم؟ اگه گذاشتین تمرین بکنیم. چطور بودم امشب؟ عالی بودی. میگم ادامهش فردا میگیریم نه؟ رودی بیا بابا. بسته دیگه هومن. زهر مار. چته بابا چته سر حال نیستی؟ خب ما همه با هم تمرین کردیم. به چته؟ دیالوگاتو یه جوری میگی اصلا انگار حفظ نیستی. حفظم. خیلی خوب قوی باش. محکم. ادامهش فردا میگیریم. ماما همین سر به ماما. سر نذار. قرصای ما کجان؟ بابا تو جیب مانتو مشکیت گذاشتم. آرش قربونت برو. شب آخری لازم بود این همه درش باره ای پیرمرد کنی؟ به خدا لازم بود. خب باش. رودی میای یا میخوای بمونی؟ میمونه. کلی وسیله ریز و درشت داریم هنوز جمع نکردیم. خب باش ما میرم. چایم برامون نریختی. کمونت می فردا مسابقه نداری؟ کمون داره به سره و زمین بخوره؟
تیر سینه خودشه میشکافه. یه حرفت همیشه آویزه گوش ماها. نگران نباش. خداحافظ. شب بخیر عزیزم. شب بخیر. الو. سلام عزیز دلم، خوبی؟ آخ قربونت برم، منم دلم برات تنگ شده بود. باشه همو میبینیم حالا. چقدر هولی، گفتم میبینیم همو دیگه. عزیزم من صدام میزنن، من بعدم بهت زنگ میزنم باشه. خدافظ. سردار دور می رود و دیگران در پی او و آرش می نگرد که تنهاست و تاریش به درد آمده است. آنک بانگ تبیره ها و فریاد گاودم، آنجا کنار باروی چوبین سرکردگان با سردار رای میزنند. درنگ چیست؟ چون داروی تلخ درمان این درد کرده اند، چرا شتاب نکنید؟ آن دیوان پیمانی را میپذیرد که به تیر این سگ کرده شود. جنگ را نو نکنیم ای سردار، یک به دست بیش یا کم به دریای خون نمیارزد. افسوس افسوس افسوس، چرا من او را نکشتم؟ دیر نیست ای سرور، او باز میگردد. هان ما از این جنگ خسته ایم، ما از این جنگ خسته ایم، ما از این جنگ خسته ایم. و سایه های پاورچین در آن محوار به سوی آرش میتازند، دزدان با سنگ پاره ها به مشت. و این آغاز سنگ سار و ایشان میتازند و فریاد میکشند. آرش ایران، آرش ایران، آرش. کدام ابر است این در برابر آفتاب؟ مرد دیدبان میان خورشید و آرش سایه می شود. ای آرش، این تیر. و آرش جز فریاد باد نشنیده. او در برابر آرش ایستاده بلند و آرش همچنان به خاک افتاده. این تیر و آرش سر بر می دارد، با نگاهش مرده، گویی آرش نیست. در وی می نگرد. تو همینجا بودی؟ تو همینجا بودی آنگاه که مرا چون کرم خاکی پست می کردند؟ من به ایشان نگفتم، من به ایشان نگفتم که هومان زنده است. این را همه میدانند. میدانند؟ آری، هومان زنده است. در دلهای ماست که او زنده است. از من چه میخواهی؟ تو نیک میدانی آرش. تو باری چند از تیر پرهیز میکنی، اما سرانجام آن را میپذیری. چه کسی چنین گفت؟ آیا جز این است؟ من تیر نمیافکنم. اگر نیندازی سرور ما آن بزرگ تو را نزد دوستانت میفرستد. دست بسته باژگونه از خری و تنچاک از سازیانه ها و میگوید این بود که پیمان نکرد، این بود. آیا دوستانت این را بر تو خواهند من بخشید؟ دوستی ندارم، من از ایشان نیستم، من دوستی ندارم. آیا تو هم باور نمی کنی؟ من دیگر نگاه دوستان را دیدن نمی توانم، من دیگر نمی توانم. افسوس، چرا او مرا نکشت؟ من چه باید بکنم؟ کدام تاوان؟ به انگشت خود را به سنگ میکوبم،
به سنگ میکوبم پایهایی را که بخواهد مرا به سوی آنان ببرد. به سنگ میکوبم پنجه هایی را که بخواهد کمان و تیر بگیرد. من چه باید بکنم؟ چه کنم که یک تن باور کنم؟ من راهی نمیدانم. رودابه، من راهی نمیدانم. و آرش بر دو پای خود ایستاده در البرز می خروشد. من تیر می‌افکنم. آنک بر طبل‌ها می‌کوبند و در کرناها غریو می‌دمند و در گاودم نفیر می‌کشند. اینک مردان ایران به فریاد با بلندترین فریاد می‌گویند ای آرش، ای آرش، پیش برو به سوی تورانیان که گروهشان به گروه دیوان میماند و به ایشان بگوی که تو تیر خواهی انداخت تا هر کجا تیر تو برود. ای آرش تا هر کجا تیر تو برود. و او آرش پیش رفت و به سوی تورانیان رفت که گروهشان به گروه دیوان میمانست و فریاد برآورد که من تیر خواهم انداخت تا هر کجا تیر من برود تا همانجا از آن ایران است. او تیر بیندازد؟ او هرگز تیر اندازی نیکو نبوده است. مگر تیر او تا کجا میتواند برود؟ تا کجا؟ تیر او تا کجا میتواند برود؟ و تا سوی گیهان تورانیان به من لبخند زشت و من آرش که تا سوی گیهان تورانیان به من لبخند زشت زده بودند، با دل خود، با دل اندوه بار خود میگویم تیر من تا کجا میتواند برود؟ تیر من تا کجا میتواند برود؟ آنک راهی چنبر زده در کوه پایه ها، او در راه و کمانش با او. بنگریستم جای سم اسپان را بر پیکر زمین و نیزه‌ای فرو شده دیدم بر خاک که گیاهی بر آن تنیده و من آرش و او آرش اینها را بنگریست به نگاهی. بنگریستم و گذشتم بلکه سر برداشتم تا به خورشید بنگرم. سر برداشت تا به خورشید بنگرد که بر جای خیره ماند. شاه توران در آتش دور می نگرد که برخاسته تا آسمان با زنگ نای رود و سه می خندد. سرخ تیره چنان دود با او زره در زره، مردانش انبوه و هزار بیرقشان در باد. شاه آفتاب را می نگرد، پیالش بر لب، ناگهان گمانی با او خیره می ماند. تند می گردد، در سراپرده ها می نگرد، همه سرخ و نفیرش چون مرگ. هومان کجاست؟ هومان کجاست؟ هومان اینجا گردگران. هومان دوستانت پذیرفتند که آرش تیر بیندازد. آری وقت تو شد. ایشان پذیرفتند گرازا هومان. این شگفت نیست؟ چرا شگفت؟ تو سوگند خوردی که او تیر انداختن نمیداند. آری سوگند. پس چگونه میرود تا پیمان را به جا آورد؟
آیا تو با من دروغ نگفتی؟ هرگز هیچ. شاه بادی جامش را آرام بر زمین میریزد و نیزه داران تا هومان نزدیک میشوند. من بسیار نیست تو را دیده‌ام ای هومن. آیا تو به راستی با مایی؟ هومن چیه آقای کارگردان؟ هومان؟ ای هومان، آیا تو به راستی با مایی؟ آیا نیستم؟ ناگهان بر من گذشت که تو از سوی ایشانی با ما آمده و مرا فریب داده ای. کدام فریب شاه؟ تو خود خواهی دید که تیر او از او دورتر نخواهد رفت. تو بر این تا چند استواری؟ تا جان. اگر مرا فریفته باشی میفرمایم تا بر اندامت سطورها برانند چندان که از تو هیچ نماند. چنین این کدام جاده باریک که در آن یک پسک ژنده مردی تنها بیهوده مانده است. و من سراپا داغ با چهرم که بر آن شبنم هاست میروم. کمانم گوش تیرم راست با من. لختی پیش جامه های سنگین از خود دور کردم و دور رفتم. بانگی میشنوم، بانگی میشنوم در این بالایی میمانم. از پس پشته‌ای که هست مردی میآید سخت اندام. من چشم ها تیز میکنم، لختی درنگ ولی نمیماند و او کشواد است که راه بر من میبندد. بمان آرش. نمان آرش. زن داریم تمرین میکنیم. نهار آماده است. بیایید نهار بخوریم و بعد ادامه میدیم. میگم چیه نهار؟ اول تشکر کن بچه. خوراک لوبیا چیتی. نامهربونی پیدا شد دوباره. نمیدونم میدونی که عشقت ما رو کشته. تیر نگاهت دو چشمون سیاهت مثل آهو درشته. زدی به رقص. رقص هنره که هر کسی نداره. چه کرده ای بانو؟ بوی لوبیا چیتی 7 محله را گرفته. باور بفرمایید زن بنده از دوران بارداری ویار لوبیا چیتی مانده بهش. اگر مرا کاسه ای لوبیا چیتی ندهید دستور میدهم تا لگت کوبس و مثل توران شوید تا از تو هیچ نماند. تو آرش بیارش. زغاله هم تقلبی شدن آقای طولانی. میگن بلوطه اما بلوط نیست، جرقه میندازه. بفرما آقای شخکارزاده. آقای شخکارزاده. میبینم که آدم شدی. چی تربیت کردی آقای طولانی؟ احسن. بفرما. چه بوی. سس پینوکیو هم زدی؟ هالوپینو هم برای زدم. هالوپینو. بفرما نوش جانت. میگم فقط تند مراقب باش. تند طوری نیست، ترش نباشه. نه بالاخره تندی هم سختی ها خودشو داره. ردش میکنی. میدونم ردش میکنی آقای شخکارزاده. آرش ریخ نه؟ بدبخت قیافت شده شبیه غول درخت لوبیای سهرامیز. او غول نبود. تا کی؟ خجالت بکش. برو خونه. شما هم اقل لوبیا چیتی نخورید. نخور بانو نخور، همش باده. بفرما خوش یلا اومدی. جمع کنید دیگه، جمع. برو بیرون، برو خونت. الهی که حناق بشه گیر کنه تو گلوتون. نکبتا. رودی ماما بیای. شما بخورین من و بعد میایم. بابا خود دهن میفته. میایم. دیگه نمیتونم نازنین. چیه؟ همون همیشگیه برام میزنی؟ امروز خستم، بذار برای فردا. برای آخرین بار.
سلام. ببخشید دیر جواب دادم. رودابه زوم کرده رو گوشیم. رفتی رو گوشیم؟ میبینی که دارم رو گوشی خودم برات میخونم. پیامان سیمین برات فرستاده نه؟ چه وزن و قافیه اسامی هم با هم میخونه نه؟ سیمین، آجی تحمین. یواش خب باشه، ما اشتباه کردم. اما این پیامانی که فرستاده ها؟ ما اشتباه کردم. آخه تو چطور رود میشه تو چشای ما نگاه کنی ها؟ ماما گفتم ما سیریم. ما خیلی وقت هم سیریم. اول و آخرش هم جدا میشدیم. پشت صحنه تئاتر خیلی درد داشت. نباید میگفتم سیمین بیاد تست بده. مسابقه دارم، مسابقه تیراندازی با کمون، انتخابی تیم ملیه. بهم گفت چقدر به بهانه تیر و کمون میرفتی کتاب فروشی اونا. میخواستی با کویلو و مارکز و لورکا مخشه بزنی. این تیرانداز باید تیرش بشناسه. باید بدون تیرش کرگدن میندازی یا کبوتر. با خدا او هیچی تو بیشتر نداشت، فقط قشنگ حرف میزد. اونا نمدیون همین مارکز و لورکاست. خدا نمیدونم چطور جذبش شدم، اما اونم میتونست بگه تو شوهر دوستمی، میتونست بگه تو کاکامی، میتونست بگه گفته بود. نگفته بود. ای اولین پیامش. آقا هومن، وقتش کمونت بشناسی، هدفت بشناسی و مسیر شلیکت بدونی. آی چیه؟ خب بگویی چیه؟ باش ما میرم. ها برو، اما مثل تیر آرش باش. اونقدر برو تا گمشی تو غبار. با اولین پیامات سیم کارتش به مداد. خیلی وقت داری با مرجت میکنی اومن. چقدر پیله ای. هرچی برات مینویسم آقا اومن، دلت برای رودابه جون نمیسوزه. باز حرف خودت میزنی. یادت برات نمیشم آقا اومن، حق رودابه این نیست در حقش خیانت کنی. تو چی گفتی یادته؟ خب بگو. اونم دوستای اجتماعی خودشه داره. ما کیه دارم اومن؟ روزا تو صحنه قربون صدقت میرم، شبا تو خونه. تیر کج به مقصد نمیرسه هومن. آقا هومن. رودی بیا از اول شروع کنیم. از اول تیری که اکمون رها شد دیگه بر نمیگرده. بفرمایید تو رو خدا بفرمایید نومیای چیز. رودی
آرش اومد. ماما بمان آرش. ای پهلوان آیا تو هم شنیده ای؟ آری. و با من هنوز به مهری؟ من آمدم کت بازگردانم. دشمن از 100,000 در نوردیده و تو در راهی تا یکی آزاد کنی؟ اینت کار بیهوده. فردا آنها به پناه خانه باز میگردند و تو میمانی با نهیب دل. ای آرش بازگرد، تو تیر میفکن. از راه من کنار برو. ای مرد به بندگان بیندیش. من خود از ایشانم. آیا این تیر پایان بندگیست؟ نه، این به سود ایشان نیست. تو از سود و زیان چه میدانی؟ در این تیر چیزی هست که دگرگون نمی شود. ای آرش به اسیران بیندیش. چه کسی به من میاندیشد؟ برای من جای اندیشیدن نیست. برای من جز رفتن راهی نیست. من مرد راستی و پرهیزم و شمایان سخن مرا به گوش شنیدن نشنیدید. شما همه مرا مردی خواندید ترفند زن و دروغ و من همین میمانم. ای مرد من سخن زشت ایشان باور نداشتم، اما اینک مینگرم که به راستی جز دشمن نیستی. بگو کشواد، بگو پهلوان، همه گفتند تنها تو ماندی، زخم را زدی.
اینک مرا به درد خیش بگذار. پیشتر میا که میکشمت. ای پهلوان، ای مرد بزرگ، من تا به اینک خونی نریختم، ولی بدان که اینک سخت بی‌باکم. ای آرش، تو مرا نخواهی کشت. همین خواهم کرد. ای مرد، تو تیرانداز نکونه ای، پس چرا تیر می‌افکنی؟ به امید آنکه بمیرم. آنک درنگی، پس کشواد با کوه اندام خود از راه او دور می رود. اینک او آرش در برابر آرش می ایستد و در وی می نگرد. و هر دو به راه می افتند. با من میارش، از من دورتر بیست. تو مرا به خیش آلوده می کنی. از من به کجا توانی گریخت؟ این سپید دم بخت سیاه را دیدم در آسمان میگشت تا بر سری فرود آید. دانستم پی تو میگردد. من سزاوار نبودم، من سزاوار نبودم. تو سزاوار بدتری. تو داری به راستکاریت سرزنش میشوی. تو سزاواری آرش، من نادانم. مرا به رنج دانایی میفکن. من از خانه بسیار دورم و دریغا که خانه‌ای باشد. اینک گیتی تو را برگزید. گیهان پر از ناله های تو خواهد شد. از زخم زبان و لابه های شوی مردگان. خاموش، خاموش، دیگر مگوی آرش، دیگر مگوی آرش. دست از من بدار تا به آتشم نبسوزی. این نیرو چیست آرش؟ این نیرو چیست که در سر من میگردد؟ این نیرو چیست؟ آیا ناامیدی نیست؟ من اگر تیری بیفکنم خورد، تیری ننگ همه مردان، ننگین تر از این نیستم که اینک. البرز، آن بلند پنهان شده در ابرها، ابرها را به کناری زد. در پای خودگو آرش را دید. این کیست که به سوی من می آید و کمانی بلند و تیری با پر سیمرغ دارد؟ نگاه او به پریشانی و گامهایش میواهم از هر چیز. البرز چنین میگفت و آرش چنین میرفت، لب از گفتار خاموش و سر پر اندیشه. ای مرد تو نابود گشته ای، آیا می توانی بازگردی؟ تو به این پیکار چرا آمده ای؟ چرا اومدی آرش؟ چرا اومدی آرش؟ چرا اومدی؟ آرش، آرش، آرش! اینجا دشت آهوان چمان بود. وینک بنگر که پشت هر پشته خاری خرپشتی خانه کرده است. پس کاریزی خشک و او دور می رود. او از البرز بالا می رفت و بر البرز بالا می رفت و ناله های خاک در زیر پای او. آنجا از دل غبار چند سپاهی میگذرند و از پس ایشان بسیار با ایشان زمزمه‌ای. آنجا کنار باروی چوبین هیمه ها می سوزند از شاخه های خشک و مرد آتشبان از میان دود می دود. ای سردار، من سخنی شنیدم دهشتناک. بگو. من سخنشینی نمیدانم ای بزرگ. بردانم که این دادگری نیست. چون آرش بازگردد هنگامه هنگفت خواهد شد.
و این سپاهیان جان به لب سوگند خورده اند که بر او میتازند تا بند وجودش از هم جدا کنند. من بازشان نمیدارم. آیا درست شنیدم؟ آیا ما تورانیان را وانهادیم تا یکدیگر را پاره کنیم؟ رودابه آیا این سزای مردی خود باخته نیست؟ بیگمان و هزار بار. اما نه مگر آن سگ جادو رودهای خون روان خواهد کرد؟ سردار نشانه های سوم بارو را می نگرد در آفتاب. او پشت من است، ولی تا این تیر چون کامش برآورده شود از یاد میبرد که آرش کدام بود. آنک از میان مه کوهستان مردی میآید بزرگ چون سایه‌ای در برابر خورشید. به ستهمی 10 مرد استوار، به چنگ او زوبینش زوبین راست و آهنین. پدر چرا به من گریستن نیاموختی؟ آن که باید بگرید منم. این منم. ای خداوند من، آیا تو دیگر فرزندت را نمیشناسی؟ شگفت نیست، زیرا اینک من نیز خود را نمیدانم. همه کس به تو پشت کردند ای آرش، تو تنهایی. من بیزارم از دشمن و بیشتر از دوست. آیا این دروغ است؟ این دروغ است؟ چه کنم که باور کنی؟ این که باید باور کند من نیستم. ای آرش، به پایین بنگر به دشت در این محور به آنان که پشت در پشت ایستادند. جز تو کسی با تو نخواهد بود. ای آرش، این تیر اگر بتوانی با دل خود بینداز، نه بازوی خود. آیا بیهوده نیست؟ بیهوده؟ سراپرده ها دور است. دورتر بینداز. تا مرزی که خانه ما بود. دورتر. تا مرز. دورتر. پدر به من مهر بیاموز. نه. به من نیرو ببخش. نه، اگر بیزاری، اگر از آنچه هست بیزاری، من چیزی ندارم تا ببخشمت که تو از من تواناتری. این دل توست که تیر می‌افکند، نه بازوی تو. هومن بشین. باید عوض باخت کردی ها؟ باشه بیا. چی کار بخواد؟ او به شکوهمندترین بود. او به راه خود بالا رفت، دور رفت و دورتر رفت. هان چکافی در کوه و سنگ چینی به کنار و در آن تند آتشی. الانه که مارست کنم. ناده برات. آرش، ای آرش، اگر تو بودی بگو که در دل کوه فریاد تو که می کردی؟ واه، ما که تیز بنگریستیم و جست آنجا کسی نبود. آیا کسی نبود؟ ما در نیافتیم مامان، بانگش دور بود. مامان چیه مهری؟ اشتباه گفتم. بعدم بانگش، نه بانگش. مامان. هومن، 100 بار بهت نگفتم اما بزرگتری به ما نگو مامان؟ ها دیگه، وقتی دختر به 50 ساله میدی بایدم بهت بگه مامان. تو چته؟ ها، عشق عاشقیتون یادت رفت؟ نه یادت رفت؟ بس کن دیگه. نگفتمت موهاش سفیده؟ نگفتمت امو هم بزرگتره؟ چی جوابم دادی؟ ها؟ چی به ما گفتی؟ ورزشکاره، چه میدونم، تیر میندازه، هنرمنده، تار میزنه، میخوامش. بس دیگه، ادامه میدی یا برم؟ برم چیه؟ وسط تمرین. ای آرش، بانگش دور میپیچی. ما انگاشتیم که تویی. ای آرش، به ما بنگر که ما آخرین مردانیم که تو میبینی، مردان 5مین بارو. و در بازگشت به ما بگو که در آن ستیغ سخت تیر را چگونه افکندی؟ آرش کیست؟
آرش کیست؟ مرز نشینی نادان، راه نشینی از آنسان که رمشان به تاراج می رود و او باز خوشدلانه مهر می کند و دشنام نمی گوید. مرز نشینی نادان. چته بابا آروم چته؟ ها؟ سمکت بذار. سمکت بذار بابا. چته؟ آروم باش. مرز نشینی نادان. دیالوگ بیضایی دقت کردی؟ ها. مرز نشینی نادان. خب و اگه نادون نبودیم خونه به اون درندشتی رو ول نمی‌کردیم بیایم اینجا مستاجر این الله باورزاده بشیم. باز شروع کردی به چه؟ فکر کردی ما خولیم که خونه رو ول کنیم؟ خب جنگ شد. خب جنگ شد. حالا خودی که جنگ نی؟ نه نیست. آرش ماما قربونت برو 30 ساله که جنگ نی، اما من خرمشهر همونه. اما خرمشهره بهتری خونه شخمینی. بابا من نگفتین خونتون رو پمپ بنزین کردن پولش هم گرفتین خوردین. آقا میریم پادگان دش، میریم لب مرز، میریم کوی آرش. خب بریم اونجا چیکار کنیم؟ میگم تو کمون رو گذاشتی واسه کی؟ واسه کی؟ لذت کمون کشی وقتی که باش تیر بندازی مرز تعیین کنی. خب تو هم که ماشاءالله بلدی تیر تو دل این اون بزنی ها. همسایه بالایی پایینی ایوری اووری سیمین دوستای حاجی تامین. با کمون تو یه تیر میندازیم هر کجا افتاد همونجا اتاق میزنیم خونه میسازیم. آقا ما تیر میندازیم. آها فکر کردی چون اسمت آرشه کمانگیر اوستایی مملکتم بی صاحب. آفرین آرش یه سویت هم واسه ما بزنید. خدا دارم میگم. رودی ماما واسه تو و هومن واسه ما. سب ببینم. میگم من شما آشتی نکردین. چرا بابا آشتی؟ مردمی که از آنانی از تو نیستند. میگه به کسی تکیه کن اندازه کمونش انعطاف داشته باشه. آرش یادت یه بار جلو خودم به سیمینتی که انداختی بهت گفت چشات درویش کن؟ والله ما یادم نمیاد. ها تو یادت نمیاد. باشه دیگه تو مثلا بیخیالش شدی ها؟ این دامادتون خب بمیره حاضر نیستی عذرخواهی بکنه. حالا چی؟ حالا هم رفتی یه سیمینه گرفته که چرا داری با آبروی مردم بازی میکنی؟ خجالت بکش. ارمت درخت آقا. آقای اسفند. اسفند عمته. 100 بار گفتمت مرد هر کاری کنی شیطنت تو ذاتشه. خوبه دوستت سیمین خیلی ختمه ها. اگه ختمه بود بی صدا ختم میکرد فضولی هومنو. لابد میخواسته تو یا آرش از شیطنت‌های هومن با خبر شین. بشین. بله ما دیگه بچه بسه. اصلا آرش راست میگه. میریم مرز یه تیر میندازیم هر کجا تیرمون افتاد همونجا یه خونه درست میکنیم. ما تیر میندازم. لازم نکره تو تیر بندازی. رودابه تیر میندازه. رودی؟ رودابه؟ بابا رودی کجا تیر میندازه؟ کی تیر انداخته؟ بگیر میگه؟ کمونو بگیر. چه میدونم؟ تیر بنداز تو کمون؟ بنداز تو کمون. خوب گوش بده ببینید چی میگم. با دل تیر بنداز. خب با دل تیر بنداز. مرز دشمن. چه کار میکنی بچه؟ بزن. بکش. رودی؟ بکش. رودی ماما بکش. با دلت بزن به قلب دشمن. رها کن تیرو. رها کن رودابه. رها کن. بزن. نمیتونم. ما تیر و مسای من اونورتر نمیره. خود چتونه غنبرک گرفتین ها؟ خود تمرین ادامه بدین. اصلا ببینم من قرار نبود صحنه آخر برخوانی کنی. خب برو آماده شو. ما از اول نه هم که وانت برسه. الو ها سیمین تویی؟ حالا وقت سیمینه؟ سلام خوبی؟ ها آرش سر تمرین کارش داری؟ ها ببینو دقیقه سب کن ببینم چی شده. سیمین با تو چی کار داره؟ والا با ما کار نداره. چی شده؟ گوشی بده ما گفتم. خب بگو. گفتم گوشی بده. وای یه دقیقه گوشی بگی برو. خدا اگه میدونستم پایی وسطه. اسفندیار قضیه چیه؟ این زنداداش ما ایناست که دون میریزه و آب رو میبره. اومن زنداداش؟ ها نگاش کن. چرا به ما هیچی نگفت؟ پمیمون مامانش نیست. الان براش میگم بذارش.
سکه بارون شاد اومدمه. قربونت برم ماما عزیزم. برو بابا بازینه به هم زدی دیوونه. اسفند برو اسفندیار. برو حوصله‌ت ندارم. برو از سر رام کنار. باش تقصیر تو ماما. معلوم نی اینجا چه خبره. هیچکی به فکر تمرین نی. پیرمرد اندوهگین دستی به دیگر دست می‌سایید. از میان دره‌های دور گرگی خسته می‌نالید. برف روی برف می‌بارید. باد بالش را به پشت شیشه می‌بارید. لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت در داور، دو و سه به پچ پچ گرد یکدیگر. کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در. منم آرش، چون این آغاز کردم مرد با دشمن. منم آرش، سپاهی مردی آزاده، به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده. کمان کهکشان در دست، کمانداری کمانگیرم، شهاب تیز رو تیرم، ستیغ سربلند کوه مأوایم، به چشم آفتاب تازه رس جایم. مرا تیر است آتش پر، مرا باد است فرمان بر. مادرم زمین، این تیر آرش است که آرش مردی رمه‌دار بود و مهر به او دلی آتشین داده بود. با او تا بود هرگز کمان نداشت و تیری رها نکرد، نه موری آزرد نه دامی آراست. او از آنان بود که نانشان در گرو باد است. به راستی آرش کیست؟ آرش منم، آن که می شناختی، مرد پارسای و پرهیز، آن که سحرگاه نادانکی بود آزاد و اینک چیزها می داند از دنیا چند و فریاد او بلند. که کاش نمی دانستم. مادرم زمین، آرش منم، مرز نشینی نادان، راه نشینی از آنسان که رمشان به تاراج می رود و او باز خوشدلانه مهر می کند و دشنام نمی گوید. مادرم زمین، آرش منم، آنکه سرگاه نادانکی بود آزاد و اینک چیزها می داند از دنیا چند و فریاد او بلند. که کاش نمی دانستم. او آرش فرزند زمین زه کشید و با نیروی دل کشید. زه کشید و آذرخش تند پدید آمد. کمان آرش خم شد و باز خمتر، خمتر شد و خمیده تر شد و باز خمتر، و زمین را لرزش سخت و قرنب از دل البرز برخاسته بود. خورشید تندرو از رفتار باز ایستاد و هفت آسمان زبر زیر شد و گردون به سرخی سرخترین باده ها، ابرها شکافته، رودها از راه خود بازگشته. وین آذرخشی چند، آذرخشی چند. و البرز میگوید من چگونه توانستم او را بر دوش خود نگه دارم.
و آرش دگر نبود. و آرش دگر نبود و تیر او به دورترین دوری ها می رفت و ابرها را خروشی چند و ابرها را غریبی چند و خورشید پنهان و آسمان ناپدید و مردان قره هاشان سهم و 3 روز مردان در پای البرز آن بلند پایه 7 آسمان بودند تا آرش فرزند زمین باز گردد و او باز نگرد. و باز 7 روز ایشان بودند تا آنچه به مردی تمام بود باز گردد و او باز نگرد. و هومان آمد و من هنوز مردمی را می شناسم که می گویند آرش باز خواهد گشت، آرش باز خواهد گشت. آقا اسفندیار، آرش، آقا آرش، بی انصافا، حداقل یه خداحافظی از من میکردین. من دلم برای همتون تنگ میشه. آرش، آقا آرش، خورشید به آسمان و زمین گرمی میبخشد، ابرها باران به نرمی میبارند، دشتها سبزند گزندی نیست، شادمانی هست مردمان را. آنک البرز بلند سر به آسمان می ساید و مردم در پای البرز ایستادند با هومان، با دشمنانی از خونشان، با لبخند زشت. و من مردمی را می شناسم که فریاد می زنند آرش باز خواهد گشت، آرش باز خواهد گشت. آقای شوخکارزاده، آقای شوخکارزاده، خانم نورانی، ما رفتیم.
هنر ای خاک از سرچشمه هنر دور از تو اندیشه بدان آینده مانی تو جاودان ای دشمن از تو سنگ خاره من آهن است جان من فدای خاک پاک میهن است مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو که ارزشی دارد این جان من پاینده باز را که ایران من در راه تو که نزدیکی